سلام آپدیت جدید از خونه. یه ذره خونه مرتب تر شده. دستشویی این دوتا رو هنوز عوض نکردم. بارستولا رو مهمون داشتم، دوستان اومده بودن بهم سر بزنن. صوفای جدیدم اومده، مخمل توسی، خیلی راحت و خوبه، دوستش دارم. اینو گرفتم. اول یه چیز دیگه گرفته بودم، بعد اینو پیدا کردم که سایزش خیلی بهتر بود. این میز تلویزیون رو گرفتم، ولی حالا یه چیزی پیدا کردم خیلی قشنگتره، ولی خب $600 خیلی گرونه. دلم میخواد اونو بگیرم، حالا دارم روش فکر میکنم. اینم باید دوباره بازش کنم و برم جعبه پیدا کنم و بفرستمش بره. اتاق خوابم که وسایل قدیمیمه، چیزی رو عوض نکردم دیگه. بالکن یه ذره مرتب تر شده. یه دونه چیز گرفتم، مثل حالت باکس پلاستیکی که وسایل بره توش. اینجا گلم گل داده. اینا رو همه رو خودم از دانه کاشتم دیگه. اینجا رو جارو زدم و یه ذره تر تمیز کردم. لامپا رو بس کردم. بعد این ور رو گذاشتم حالت زن، رو زمین بشینم. اون طرف رو ویورم ببینید، لابت. این طرف هم گذاشتم مثلا حالا اگه خواستم چیزی بخورم، چون فقط برای 2 نفره، گفتم یه چیزی یکم هم رو زمین بذارم. بس گلام هنوز براشون جا پیدا نکردم. این گل بزرگه رو میخوام بفروشم فعلا. یکی دیروز اومد ولی نظرش عوض شد، نیومد اصلا بالا، نمیدونم چرا. گفت امروز میاد ولی بعید میدونم بیاد. حالا ببینم که چی میشه. آشپزخونه اونجا رو درست کردم، الان به هم ریخته است البته. اینجا که هنوز خیلی افتضاح، خیلی کار داریم. هر چی جا ندارم میارم میندازم این تو. این حالا اتاق بشو نیست دیگه. یه ذره بعد کابینت ها رو ارگنایز کنم. اینم آورده بودم، نشسته بودم که دوستام اومده بودن. تخت سگم هم اونجا برداشتم چون میخواستم برم تو بالکن رو ببینن دیگه. فعلا همین. حالا اگه اون چیز رو گرفتم، میز تلویزیون نیست، کنسوله، خیلی خوشگله. رنگ پایش رنگ پایه این میزمه، رنگ چوبش رنگ پایه اینه و روش سنگه، دقیقا شکل این سنگ. خیلی خوشگله، خیلی مچه با همه چی. اینجا سایزش هم عالیه. حالا اگه خریدمش دوباره یه آپدیت میذارم، دکورش میکنم. اینو البته دکور نکردم هنوز، همینجوری وسایلی که خریدم گذاشتم این ور اون ورش. اینم دکور کنم، چیز قشنگه. اینو من $160 خریدم. $20 هم بهم تخفیف داد چون توش یه کمی زدگی داشت. 140 قیمتش خیلی خوب بود، ولی اون $600 دیگه. حالا نمیدونم، اگه خریدمش میام بهتون نشون میدم با این ویوی زیبا. فعلا خدافظ.